سلام و درود رفقا، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. من دیجی ایرین هستم. امروز اومدیم با ویدیوی بررسی دستگاه نومارک NS4FX. خیلی خوشحال میشم که تا آخر این ویدیو همراه من باشید و کانال ما رو سابسکرایب بکنید. قبل از هر چیزی باید بگم که این دستگاه یه دستگاه 4 کانال هستش که تو رنج قیمت 50 تا 60 میلیون واقعا کیفیت خوبی داره و خیلی کارراه اندازه. اینم بگم که این قیمت در تاریخ 27 فروردین 1404 و با دلار 90,000 تومان هستش. بریم سراغ آنباکسش. اول از همه بسته‌بندی جمع و جور دستگاه رو می‌بینید. داخل جعبه چیز خاصی نیست غیر از یه پلاستیک طبیعت داخلش یه کابل لن با کیفیت هستش و چند تا برگی. لایسنس سراتو دیجی رو میبینید. برچسب‌های نومارک و دفترچه راهنمایی که هیچ موقع به کار نمیره. خب حالا همه اینا رو میذاریم کنار رو میریم سراغ خود دستگاه. دستگاه به وسیله یه محافظ نرم پوشش گرفته که از خط و خش محافظت بشه. بریم با آرومی این هیولای نومارک رو از داخل بسته‌بندیش درش بیاریم. تم دستگاه تم تیره رنگه، بین رنگ دودی و توسی میشه گفت. جاگویلای فوق‌العاده نرمی داره به رنگ مشکی. روی جاگویلا صفحه نمایش پویا داره. دستگاه شامل 4 تا دک هستش. دک ها فوق‌العاده نرم هستش. پیچ ها و فیلترهای دستگاه رو دارید مشاهده میکنید که تو همرده های خودشون از کیفیت فوق‌العاده خوبی برخوردارن. دکمه‌های این دستگاه تو رده قیمت خودشون و رقبای خودش از جمله پایونر، دنون واقعا از کیفیت خوبی برخوردارن. دستگاه شامل 8 تا پد نرم هستش و افکتورهایی که فوق‌العاده کارایی داره و از همه مهمتر دم دست‌ترین حالت ممکنه یه دستگاه دیجی قرار گرفتن. کراس فیدر از کیفیت خوبی برخورداره و دکمه‌های فیلتر فوق‌العاده نرم و با کیفیت هستن. تو جعبه‌ای که دارید می‌بینید یه آداپتور وجود داره که برق دستگاه رو تأمین می‌کنه.
بریم با بررسی دستگاه نومارک NS4 FX. همونطور که میبینید سمت چپ دستگاه 4 تا دکمه براتون تعبیه کردن. دکمه اول پلی، دکمه دوم کیو، دکمه سوم سینک و دکمه چهارم شیفت. همون جوری که میبینید 4 تا سربرگ براتون تعبیه کردن که شامل کیو، اتولوپ، فیدر و سمپل هستش. نرم افزار اصلی دستگاه سرات دیجی هست دوستان، اما شما میتونید با نرم افزار ویرچوال دیجی هم سینکش بکنید. پد هایی که اینجا براتون تعبیه شده رو میتونید تو نرم افزار ویرچوال دیجی تغییر بدید. به صورت پیش‌فرض شما میتونید 1، 2، 3 و 4 تا هات کیو برای خودتون داشته باشید، اما تو نرم افزار ویرچوال دیجی میتونید 4 تا هات کیو دیگه براش اضافه بکنید. یعنی دستگاه شامل 8 تا پد در سمت چپ و 8 تا پد در سمت راست باشه. در قسمت بالای دستگاه دکمه‌ای هست به اسم لیر. شما با زدن این دکمه میتونید بین دک 1، 2، 3 و 4 جابجا بشید. تو قسمت پایینی دستگاه دکمه لوپو داریم و دکمه‌هایی که میتونید لوپتون رو کوتاه و بلند بکنید. قسمت کناری دستگاه دکمه‌ای براش تعبیه شده به اسم تمپو فیدر که میتونید با بالا و پایین کردن این دکمه بین تمپوهای موزیک جابجا بشید. همچنین دکمه‌ای به نام اسکرچ داره دستگاه که میتونید با فعال کردن و غیر فعال کردن این دکمه صدای اسکرچتون رو خاموش و روشن بکنید. همونجوری که میبینید الان صدای اسکرچمون بالاست و دکمه اسکرچمون روشنه. شما با چرخوندن جاگویل میتونید اسکرچ خودتون رو فعال بکنید. در قسمت بالایی دستگاه 2 عدد ناو میبینید و 1 کلید میک و لاین. شما با این دکمه میتونید بین قسمت میکروفون و کابل آویکس خودتون جابجا بشید. همچنین با ناوهایی که اینجا تعبیه کردن میتونید گین موزیک و صدای میکروفون خودتون رو کم و زیاد بکنید. قسمت میانی دستگاه 6 عدد افکت داره دوستان که شما میتونید افکت‌های خودتون رو به صورت پیش‌فرض و به صورت دل بخواه خودتون روی موزیک اعمال بکنید. این افکت‌ها رو به محض اینکه انتخاب بکنید با کلیدی که در قسمت پایینی این افکت‌ها هست میتونید روی موزیک خودتون اعمال بکنید. وقتی به صورت بالا این افکت رو روشن بکنید، افکت به صورت مستقیم روی موزیکتون اعمال میشه و وقتی که فقط به صورت پایین نگهش دارید افکت به صورت لحظه‌ای و بعد از ول کردن دکمه افکت غیر فعال میشه. با چرخوندن ناو بیت میتونید افکت‌های خودتون رو بیت‌های مختلف موزیک جابجا بکنید و با ناو بغلیش میتونید درصد افکت خودتون رو اعمال بکنید. با زدن دکمه‌های هدفونی که اینجا دارید میبینید میتونید صدای دک خودتون رو در هدفون داشته باشید و تعیین بکنید که کدوم دک رو صداش رو فعال بکنید. خروجی‌های اصلی دستگاه به شکل کابل‌های XLR هستش. همچنین شما میتونید با کابل‌های RCA خروجی‌های دومی از این دستگاه داشته باشید و باندهای مانیتور خودتون رو با کابل‌های RCA وصل بکنید. در قسمت چپ دستگاه شما میتونید ورودی‌های AUX و میکروفون اول خودتون رو داشته باشید. در قسمت جلویی دستگاه شما ورودی میکروفون دوم رو میتونید داشته باشید و با این پیچ میتونید ولوم میکروفون خودتون رو تنظیم بکنید و با پیچ دوم میتونید فرکانس‌های میکروفون خودتون رو تغییر بدید. کلیدهایی که در قسمت جلویی دستگاه تعبیه شده کلیدهایی هستن که شما میتونید کراس فیدر خودتون رو به سمت B و یا به سمت A و همچنین میتونید اون رو آف نگه دارید. و در قسمت چپ دستگاه شما میتونید ورودی‌های هدفون خودتون رو به دستگاه متصل کنید. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. من دیجی اوین هستم و ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب بکنید و ویدیوهای بعدی ما رو دنبال بکنید. ممنونم. تا ویدیوهای بعدی خدا یار و نگهدار.